اوایل قرن گذشته برخی اسناد تاریخی از دخالت یک سفارت خارجی برای نجات قاتل یک پادشاه پرده برداشت. تلاشی سازمان یافته برای حذف وزنه سنگین در دربار قاجار. اما چرا قدرت‌های فرامرزی برای ترور پادشاهی که با قراردادهای تحقیرآمیز و قتل امیرکبیر شناخته میشد نقشه کشیدند؟ چه رازی در پشت نام ناصرالدین است که یک قرن بعد هنوز از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نشده؟ آیا چهره دیگری از چهارمین شاه قاجار در دل تاریخ مدفون شده است؟ سلطان ناصر، شاه شهید.